خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، امروز میخواستم یک صحبتی خاص با مردم عزیز بدخشان و درباره بدخشان داشته باشم، چون حادثه‌ای که چند روز قبل در تاجیکستان در این منطقه گذشت سوالهای زیادی را به وجود آورد و سوالهایی که بسیاری از اونها هنوز هم جواب ندارند و بحث‌های زیادی را درباره بدخشان، درباره مردم پامیر، درباره آینده این منطقه و مناسبت‌های این گوشه تاجیکستان با مرکز، با پایتخت تاجیکستان، با دیگر گوشه و با دیگر مردم در دیگر گوشه و کنارهای تاجیکستان را خیلی این سوالها را با وجود آورد و این قسم از این بحث‌ها، قسم از این موضوعها هنوز در گذشته بودند و شاید در آینده هم باقی خواهند ماند. و ما در پیمان ملی تاجیکستان تصمیم گرفتیم، مشورت کردیم که یک صحبت خاصی صمیمانه، برادرانه و همشهریانه با مردم بدخشان و درباره بدخشان داشته باشیم تا اینکه حداقل نقطه نظر پیمان ملی تاجیکستان درباره این گوشه زیبای کشورمان و درباره مردم شریف بدخشان مشخص باشد. و قبل از آن میخواستم نظر شخصی خودم را درباره این حادثه‌های گذشته بگویم که آیا این حادثه‌ها چی برد و چی باخته داشت. البته همه گونه تنش وضعیت، همه گونه بی‌ثباتی این باخت دارد، هیچگاه در خودش برد یا پیروزی ندارد که ما بگیم که این حادثه‌ها با پیروزی کدام طرف، مثلا حکومت امام رحمان یا مردم بدخشان انجام شد یا با باخت کدام طرفه. اما در برابر این همه بدبختی و مصیبت ها من در عموم این جنبه یا نهایت این روزهای پرتلاطم را خیلی مثبت میبینم، به نفع مردم میبینم و یک پیروزی نسبی میحسابم، برای آنکه حکومت امام رحمان جرأت نکرد که به مردم مثل سال 2012 هجوم کند مستقیم و روی راست و اون کشتارها و جنایت‌هایی که در سالهای 2012 و بعداً صادر شد اونها را تکرار کند. ما خوب در یاد داریم که چگونه شهیدان سبزعلی، امام نظر و ده تن از فرزندان برومند بدخشان در اون سالها شهید شدند به شکل بسیار هم فجیع و ناجوانمردانه، چون که در اون سالها وضعیت کاملا فرق میکرد و امام رحمان این جسارت را داشت و این امکانیت را داشت که بالای مردم بدخشان هجوم کند. اما در این دوره این جسارت را نداشت و من فکر میکنم که پیروزی مردم، پیروزی نه تنها مردم بدخشان بلکه تمام ملت تاجیک در سراسر عالم این بود که به امام رحمان اجازت نداد، امکانیت نداد که به بدخشان بار دیگر هجوم کند. اگرچه این نقشه بود و این تهدیدها بود، شما یادتان هست که حتی وزارت قدرتی به مردم جمع شده 2 ساعت وقت دادن، التیماتوم گذاشتن که اگر در 2 ساعت پراکنده نشوند بالای آنها هجوم صورت خواهد گرفت. اما بعداً نه اینکه التیماتوم آنها تاثیر نکرد بلکه خود مردم طلبات خود را به حکومت اعلان کردند و حکومت مجبور شد که آنها را بپذیرد. یعنی نه اینکه التیماتوم نگذاشت بلکه التیماتوم مردم در اینجا تاثیر بیشتر داشت، اگرچه بعداً احساس شده ایستاده است که مثل همیشه این وعده های خالی تنها برای آرام کردن مردم بودند و هیچ کدامی از آنها عملی نشده ایستاده است. حتی مقامات دولتی باز هم شهید گلبدین را جنایتکار اعلان کردند و گفتند که او به جزای خود رسید، یعنی بدون دادگاه، بدون محکمه کشتن یک انسان را اینها به جایش رسیدن یک جنایتکار میدانند و این طبیعت حکومت امروزه تاجیکستان و طبیعت مناسبتش به مردمش به بدخشان را نشان میدهد. و بزرگترین پیروزی از نگاه من این بود که بار اول شاید در تاریخ تاجیکستان معاصر این بود که مردم تاجیک چی از منطقه های دیگر و چی از مردمی که در خارج قرار دارند، در امریکا، در اروپا، در روسیه، در سراسر دنیا در پهلوی مردم بدخشان، مردم خاروق ایستادند.
و بله در سالهای قبلی هم در سال 2012 هم این حادثه شده بود، ولی صدای ملت به این شکل یگانه و با هم نبود. من فکر میکنم در اینجا دو تا عامل تاثیر کرد. یکی این که مردم بدخشان در چند پیش در قضیه واروخ اسفره از خود یک روحیه ملی و تندرستی و با تمام گوشه های تاجیکستان یک بودن رو نشان دادن و این هم تأثیر داشت که در جواب مردم دیگر منطقه ها آمدن مشکلی مردم بدخشان و خاروق رو مشکلی خود دانستند، چون اونا هم احساس کردن، همگان دیدن که مشکلی و درد و غمی منطقه های دیگری تاجیکستان برای مردم بدخشان بیگانه نیست. عامل دیگر این بود که تمام مردم، تمام ملت تاجیک آهسته آهسته درک کرده ایستادند که این تقسیماتی که در بین مردم تاجیک طول این سالها صورت گرفت، یکی را بدخشانی، یکی را کلابی، یکی را رشتی و زرفشانی و خوجندی تقسیم کردن و این همه تقسیم کردن و حکومت راندن ها به خاطر آن است که هر کدام از منطقه ها هر کدام از مردم رو در تنهایی ضعیف کنند و نتواند ملت همچون ملت یگانه متحد صدا بلند کند. ملت این را درک کرده ایستاده است و به خود سوال داد، برای مثال یک کلابی، یک رشتی، یک خوجندی که بدخشانی از من چی فرق دارد و چرا من اگر واقعا تاجیک هستم، تاجیکستانی هستم، چرا درد بدخشان را، درد خاروق را درد خود ندارم. و عامل دیگر این خستگی مردم از وضعیت، از یک حاکمیت، یک گروه و مردم واقعا هم خسته شدن. مردم احساس کرده ایستادن که باید تمام فرصت ها، تمام امکانیت ها را استفاده برد تا اینکه اعتراض خود را به وضعیت کنونی، به سیاست های حکومتی امروزه نشان داد. من فکر میکنم که این سه عامل اصلی در پهلوی چندین عامل های دیگر تأثیر خود را رساندند تا اینکه ملت با یک صدا از تمام گوشه های عالم بیان در پهلوی مردم خاروق، مردم بدخشان قرار بگیرند و این قوت را، این قدرت را حکومتداران به خصوص پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان درک کرد، وگرنه من مطمئنم که مثل سالهای پیشین باز بالای مردم بدخشان هجوم صورت میگرفت. و اینجا یک در صحبت قبلی هم گفتم، حالا هم یک پیام کوتاه دارم به مردم بدخشان، البته نه به همه، به اون قسمت از مردم بدخشان که فکر میکنن که قضیه های بدخشان و همه مشکلات بدخشان باید تنها از طرف خود مردم بدخشان حل و فصل شود، دیگران نباید دخالت کنند، نباید وارد قضیه شوند، بخصوص حزب و حرکت های سیاسی و آنها از آن میترسند که اگر دیگران کمک کردن، وارد شدن، قضیه سیاسی می شود، حزبی می شود، گروهی می شود، یا اینکه خود مردم بدخشان از آن می ترسند که گویا از مشکلی آنها سوء استفاده خواهد شد. این فکر در بین نه تنها مردم بدخشان بلکه دیگر قشرهای جامعه تاجیکستان هم وجود دارد، حتی در بین نمایندگان احزاب. من فکر میکنم که همین فکر خطا و اشتباهی بسیاری از مشکلات ملت تاجیک را سبب شده است و وقتی آن رسیده است که دیگر ما مشکلی خود را مشکلی ملت بدانیم، مشکلی ملت را مشکلی خود بدانیم. مشکلی زندانیان سیاسی مثل محمد علی حید، بزرگمهر، زید سعیدوف و دیگران، این مشکلی تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا خانواده اون زندانی سیاسی نیست که تمام ملت فراموش کند، همون طوری که متاسفانه امروز فراموش کرده ایستادن. میگن خب به ما چی، اون فرزند من در زندان نیست که محمد علی حید شاید خودش یگان مشکلی کرده است یا مشکلیش را خودش با حکومت حل کند، چرا من به خاطر محمد علی حید یا زید سعیدوف یا بزرگمهر یاروف زندگی خود را، آرامش خود را در زیر خطر بگذارم؟ و همین است که منتظر میشیم تا که فرزند ما، خویش ما یا خودمون داخل زندان شویم. همونطور بعضیا فکر میکنن که مشکلی بدخشان مشکلی خودشون است. اکنون این حادثه نشان داد، این حادثه آخر خاروق، وقتی که ملت متحد شد در برابر ظلم، بی‌عدالتی، دیدیم که چگونه تاثیر رساند و نتوانست حکومت این طرح بسیار بدی خود را تا آخر عملی کند. اما نکته دیگر این است که من از مردم بدخشان خیلی هم احترامانه خواهش میکنم، التجا میکنم، با اون تجربه کمی هم باشد،
ما داریم نباید به این وعده ها، به این گذشته های موقتی زیاد باور کرد. شما میدانید در تاریخ معاصر تاجیک سازشنامه صلح بود، داد و گرفت‌ها بود، اشک‌های چشما ریزانده شد، آشتی‌ها خورده شد و وعده های زیاد داده شد و حتی تکیه کردیم به غضب خدا و لعنت ملت که هر کسی که باز کسی دیگر را خائن بگوید و خیانت کند. ولی دیدیم که هیچ کدامی از اینها نتیجه نداد و نتیجه نخواهد داد مادامی که در سر قدرت افرادی هستند که ارزش‌های مثل عهد و پیمان و جوانمردی برایشان هیچ ارزش، هیچ قیمتی ندارد. بنابراین من پیشترم گفته بودم، حالا هم خواهش میکنم، تاکید میکنم که جوانان غیور بدخشان اگرچه خوب کردن که وارد گفت و شنید شدن و این پیروزی شما را اثبات کرد، اما در آینده باز احتیاط باید کرد که فریب این گونه بازی ها خورده نشود. و حالا من میخواستم با این مقدمه وارد چند نکته اساسی شوم که میخواستم صحبت خودم را با مردم بدخشان کرده باشم. ببینید برادران عزیز، همدیاران محترم، بدخشانی های گرامی، من فکر میکنم که شما مردم بدخشان اون خودمختاریت و اون استقلالیت فرهنگی یا همه گونه استقلالیتی که دلتان میخواهد اون را هم سزاوار بودید و این روز بیشتر سزاوار شدید، اثبات کردید با جوانمردی، با ایستادگری، با فعالیت‌های خود و اثبات کردید که واقعا شما یک مردمی هستید که هم باید مورد احترام باشید، شخصیتتان، خواسته هایتان و بخصوص اون اراده دائمی و خواهش دائمی خودمختاری که در شما هست و در ملت ها و قوم های مثل شما هست در سراسر جهان، این را شما اثبات کردید و واقعا هم سزاوار هستید. و من مطمئنم هر حکومتی که در تاجیکستان باشد، از حکومت امروزه شروع کرده و حکومت های آینده، باید این تلاش شما برای خودمختاری را احترام بگذارد، اجر بگذارد و آن را تأمین کند. البته وقتی ما درباره خودمختاری صحبت میکنیم باید آن کاملا روشن باشد که منظور کدام خودمختاری است. بدخشان هنوز از سالهای شوروی برابر تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان ولایت خودمختار در داخل تاجیکستان بود، یعنی جزء جدا نشونده تاجیکستان بود. خودمختاری وقتی یک ولایت خودمختار می شود، در شوروی هم که خیلی از منطقه‌های دیگر این حق خودمختاری را داشتند، حتی در بعضی نه تنها ولایت‌ها بلکه جمهوری‌های خودمختار هم در داخل فدراسیون روسیه، در مثلا ازبکستان جمهوری خودمختاری قراقلپاقستان بود و این تجربه را در زمان شوروی بود و هنوز هم هست در فدراسیون روسیه. این به معنای آن است که یک خودمختاری در مسائل اقتصادی دارد، در مسائل فرهنگی دارد، اما جزئی جدا نشونده اون یک سوبیکت سیاسی هست. حالا اون سوبیکت سیاسی میتواند روسیه باشد، جمهوری ازبکستان باشد، جمهوری تاجیکستان باشد، یا برای مثال در امریکا هر شتات خودمختار است، در آلمان اینجا هر زمین خودمختار هست. این را قانونگذاری کنستیتوسیون اون کشور، قانونهای مخصوص این را تنظیم میکنند. اما از نگاه ما نباید یک دولت قوی، یک ملت قوی از خودمختار بودن یک گوشه خودش، یک جزء جدا نشونده خودش بترسد. تنها دولت‌های ضعیف، سیاستمداران ضعیف میترسند که به دیگران آزادی بیشتر بدهند، به دیگران استقلالیت بیشتر بدهند. انسان قوی به اعضای خانواده خودش، به فرزند خودش استقلالیت بیشتر میدهد، آزادی بیشتر میدهد. نمیترسد که اگر فرزند من قوی‌تر شد، داناتر شد، یعنی با پای خودش راست ایستاد، از من جدا می شود، از پدر، از خانواده جدا می شود. تنها پدری ضعیف این گونه فکر می کند که فرزندش از وی قوی تر می شود و جدا می شود. بلکه پدری مهربان، پدری سالم آرزو می کند که فرزندش قوی تر شود، از خودش پیشتر شود، از خودش بالاتر شود و در قدرت فرزندانش، اهل عائله‌اش، قدرت خودش رو می بیند. اما یک حکومتدار ضعیف اون میترسد که یک منطقهش قوی تر شود، از او پیشرفته تر شود. اون فرق ندارد بدخشان باشد، سوخت باشد،
کلا باشد یا منطقه دیگر، قانون ها را، سیاست را طرز طراحی میکند، راه اندازی میکند که منطقه ها همیشه از مرکز وابسته باشند، دستنگر باشند، در حالت ترس و بیچارگی و متهمی نگه داشته شوند تا اینکه توسط این وابستگی بتوانند سیاست های خود را آنجا عملی کنند. اما ما در پیمان ملی تاجیکستان به این اعتقاد هستیم، نه تنها در مسئله بدخشان بلکه در مسئله تمام ولایت ها و منطقه های تاجیکستان با آن باوری هستیم که باید پایتخت به منطقه ها صلاحیت، وکالت، استقلالیت و امکانات بیشتر را در اختیار آنها بگذارد که آنها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ کمونیکاسیون، از لحاظ فرهنگی، اگر واقعا هم در اونجا احساس شود که از لحاظ زبانی، فرهنگی، اعتقادات یک حالتهای دیگر هست، مردم میخوان دیگر باشن و دیگر هم خود را احساس میکنن، باید به آنها داده شود. از این ترسیدن در کار نیست. چرا ما از این بترسیم که وقتی که یک منطقه تاجیکستان برای مثال بدخشان میگوید که برادران عزیز، هموطنان گرامی، ما یک کمی از شما دیگر هستیم، دیگر بودن میخواهیم، چه جای بدی دارد؟ من امروز در آلمان هستم، با مردم محلی مگر مشکل دارم وقتی میگویم که من دیگر هستم و این دیگر بودن ما را احترام کنید. بخصوص مردم بدخشان که این دیگر بودنشون دیگر بودن 100 سال و 200 سال نیست، این تاریخی است، هزارها سال تاریخ دارد. مردم فرهنگ دارند، زبانهای گوناگون هست، رسم و آیین و اعتقادات خود را دارند. ما نه تنها این را باید احترام کنیم بلکه این را جزئی وظیفه های جدا نشونده خود همچون حاکمیت بدانیم که باید حمایت کنیم. احترام کردن جای خود، ولی حمایت مالی، اقتصادی باید پشتیبانی همه جانبه شود که اون هموطنان ما که میخواهند دیگر باشند و سزاوار دیگر بودن هم هستند، اینها این دیگر بودن را نه تنها احساس کنند بلکه در حیات، در عمل تطبیق کنند و با آن بفخرند. ما اگر یک حکومت دانا باشد، حکومت واقعا هم ملی باشد، نه تنها از این میترسد بلکه آن را به نفع تمام کشور استفاده میبرد. تاجیکستان ما با این گوناگون رنگی، با این طبیعت زیبا، با این مردمی گوناگونش، با بدخشانی هایمان، با یغنابی هایمان، با سغدی و کلابی و با این فرهنگ های گوناگون، چی در لباس، چی در غذا، چی در گفتار، چی در شیوه زندگی، این یک موزه طبیعی هست در یک کشور که تاجیکستان ما خودش میتواند تبدیل به یک موزه اتنوگرافی شود، موزه قوم ها، زبان ها، فرهنگ های گوناگون شود که شاید که ده ها و صدها میلیون دلار بودجه تاجیکستان و بودجه های محلی از آن استفاده برند. چرا ما این را همچون یک ثروت، سرمایه ملی استفاده نبریم بلکه از آن بترسیم؟ من فکر میکنم که اینجا یک مشکلی ذهنی و فکری در مرکز هست، در حکومتداران هست که نه تنها از مردم بدخشان، اصلا از همه گونه دیگرگونی میترسن، از دیگر بودن میترسن، از دیگر بودن فکری میترسن. یک نفر اگر میگوید که من نهضت هستم، یک کس میگوید من کمونیست، یکی میگوید که من سوسیال دموکرات هستم، دموکرات هستم، از این چیز میترسند. نه تنها از اون که یک کس میگوید من بدخشانی هستم، من پامیری هستم، یا من فکرم دیگر است، فرهنگم دیگر است. نه، از تمام دیگرگونی ها، از تمام گوناگون رنگی ها متاسفانه این حکومت میترسد، چون که اینا تفکرشون، دیدگاهشون همون دیدگاه های شخص شده یک کتازی، یک رنگ بودن، یکسان بودن و باز در رأس، در بالای همه این یکسان بودن باز که خودشون باشن. و بنابر همین پیمان ملی تاجیکستان به این باور است که تا آن روز که این حکومت هست، این تفکر در کشور حاکم است، نه تنها مردم بدخشان بلکه مردم دیگر منطقه های تاجیکستان هم در همین گونه مشکلی خواهند بود. بنابر همین ما در پیمان ملی تاجیکستان این دیگر بودن و حس دیگر بودن را نه تنها قبول داریم بلکه احترام بگذاریم و اولین اقدامی که ما در حکومت آینده خواهیم کرد این خواهد بود که با مردم بدخشان، با مردم دیگر منطقه تاجیکستان وارد یک گفتگوی بسیار هم صمیمانه، برادرانه خواهیم شد و از اونها میپرسیم که شما چی گونه دیگر بودن میخواهید و شما چی لازم هست.
آیا در مسائل زبانی، در مسائل فرهنگ، رسم و آیین، اقتصادیات، در تمام بخش‌ها باید که مردم احساس کنند که تقدیرشون در دست خودشون است و حکومت مرکزی وظیفه‌دار است که با آنها کمک برساند تا اینکه یک انسان در داخل تاجیکستان رشد کند. اما یک نکته رو هم پیش بگویم که معنی خودمختاری، معنی آن که یک انسان، یک گروه، یک گوشه تاجیکستان خودش رو مستقل حس کند به هیچ وجه، هیچگاه معنی جدا شدن از بدنه تاجیکستان را ندارد و نخواهد داشت. و من خیلی شادم، خیلی خرسندم و ما در پیمان ملی به این باور، به این قناعت رسیدیم که اگر در یگان افراد اگر وجود داشته باشد این کار شخصیش است، اما در هیچ گروه، در یگان افراد مؤثر در بدخشان هیچگاه فکری جدا شدن از تاجیکستان و سپاراتیسم نبود و نخواهد بود. و هیچ کس هم، نه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و نه یک نیروی سیاسی و پیمان ملی تاجیکستان هم هیچگاه اجازت نخواهد داد که یک گوشه از تاجیکستان جدا ناپذیر با اون معنایی که بعضی ها میفهمند که تاجیکستان تقسیم می شود، بدخشان جدا می شود از تاجیکستان و دیگران در اونجا نفوذ خواهند کرد. نه، این ترس بیجا هست. در یگان بدخشانی هموطنی ما این فکر نبود، نیست. بعضی ها این را بزرگ میکنن، از اون سوء استفاده میبرن، از اون استقلال خواهی و خودمختار بودن مردم بدخشان سوء استفاده میکنن و این را طرز میخواهند نشان بدهند که در داخل این جریان فکری یک طرح بزرگ نهفته است که آن جدا کردن بدخشان از تاجیکستان است که این کاملا غلط است و هیچ کس به این اجازت نخواهد داد. من یک خواهش دیگر از مردم بدخشان دارم. مردم شریف بدخشان، شما واقعا هم اثبات کردید و سزاوار آن هستید که شما را احترام کنند و احترام هم خواهند کرد، همه خواهند نخواهند. و مردم تاجیک در مجموع، الوقت که من مردم تاجیک میگم شما هم جزئی آن هستید، در مجموع ملت در این شب و روزها در پهلوی شما بود، به شما کمک کرد و اثبات کرد که شما را برای خود بیگانه نمیداند و خودشان را هم برای شما بیگانه نمیدانند. اما در عوض ما از شما یک خواهش داریم، به خصوص والا ماها که زادگان دیگر گوشه های تاجیکستان هستیم و دیگر گوشه های تاجیکستان هم به خود مشکلی هایی دارند. ما در عوض آن همه دوست داشتن و احترام و این همه کمک هایی که به مردم بدخشان کردن، ما هم از شما یک خواهش داریم، از شما هم کمک میخواهیم. کمک شما چی میتواند باشد؟ مردم تاجیک اصولا مردم جسور، مردم غیور، مردم باناموس هست که اجازت نمیدهد که هیچ کس استقلالیت و هویت او را پامال کند. البته اجازت نمیداد و هنوز هم ما تلاش کرده هستیم که اجازت ندهیم. اما این حکومت واقعا هم باید اعتراف کنیم که توانست اون غیرت و شجاعت مردم تاجیک را در عموم به خصوص منطقه های دیگر غیر از بدخشان را کمی ضعیف کند، بیش کند، با راه زندان کردن، کشتن، ترسانیدن، تجاوز. اینا مثل که همون چنگیزخان کرد و خراسان را زیر پا کرد، شیران خراسان را به گفت شاعر تبدیل به روباه کرد. اینا هم با همون اسلوب تلاش دارن که این کار را تکرار کنند. خواهش از شما این است که در عوض شما اون جسارت و غیرت و اون شجاعت خود را به هر شکلی که میتوانید کمک کنید که به دیگر گوشه های تاجیکستان انتقال بیابد. باور کنید در قفقاز گاه می شود که مردم چچن از خود یک انرژی را بیرون میکنن که دیگر مردم اطراف در قفقاز، داغستانی ها و مثلا اینگوش ها و ادیگه و چرکس ها و دیگر از اونها الهام میگیرن و میبینه که در مجموع قفقاز با نام جسارت و غیرتشون معروف هستند. اما گاه این اچک یا اپیسنتر این شجاعت و جسارت گاه میبینید که 200 سال پیش در داغستانی ها بود، در امام شامل بود، بعد انتقال یافت به چچن ها، شاید که بعد 100 سال دیگر اون انتقال می‌یابد به یک مردم دیگری قفقازی. اما سرایتش مثل همون زمین لرزه که در اپیسنتر رخ میدهد، تأثیرش به دیگران میرسد. امروز اپیسنتر شجاعت و مردانگی و استقلال خواهی در تاجیکستان این بدخشان است. به کسی معقول هست یا نیست
بدخشان اپیцентری هویت ملی ما هست، جسارت ملی ما هست، خودشناسی ملی ما هست. زمانی بود که این در کلاه بود، زمانی واسع اپیцентر یا مرکز اچک کلاه بود، واسع بود. زمانی بود که این در سوخت بود، در زمان مقنعه و در زمان گذشته. زمانی بود مسچاه بود، زمانی بود رشت بود، زمانی بود خود دوشنبه بود. اما امروز بدخشان است. من از شما خواهش میکنم، همچون برادر شما، همچون یک نفر شما، که تلاش کنید، جدا نکنید خود را از دیگر مردم، بلکه تلاش کنید که این قدرت و این غیرت و جوانمردی شما برود به سمت‌های دیگر، به ما، به تاجیکان دیگر تأثیر برساند، تا اینکه ملت تاجیک در مجموع، تاجیکستانیان در مجموع تبدیل شوند به یک ملت یگانه، واحد، غیور، جسور، که دیگر هیچ کس نتواند، نه یک حکومتی، نه یک کشوری بیگانه چشم علا کند به سرزمین ما، به هویت ما، به دین ما، به ننگ و ناموس ما، به زن و به خواهر و مادر ما. و این خواهش ما از شما مردم شریف بدخشان این است که شما این رو میتوانید کرده و باید هم بکنید. همون طوری که قرض یک تاجیکستانی دیگر است که به شما کمک کند، قرض شما هم هست که وظیفه شما هم هست که خود را از بدنه ملت هیچگاه جدا نبینید و اون صفتهای نیک خود را آیسته آیسته به گوشه و کنار دیگری تاجیکستان انتقال بدید، که این کار شدنی است انشاءالله و حتما هم خواهد شد. مسئله دیگری که من در موضوع بدخشان میبینم و چرا بدخشان هر چند ساله یک مرتبه از طرف امام علی رحمان مورد هجوم قرار میگیرد، گاه هجوم فرهنگی، گاه اقتصادی، گاه حتی هجوم نظامی. اگر ما دلیل های زیادی را اینجا بیاریم وقت خیلی طولانی میشد. من چند دلیل را مختصر خواهم گفت و از همه مهمش من این را در صفت‌های شخصی یک انسان میبینم. متاسفانه امروز ما دارای یک نفر در رأس قدرت در شخص اول هستیم و مثل امام علی رحمان که خیلی بدرشک است، خیلی رشک زیاد دارد و نه تنها نسبت شخصیت مثل آقاخان که یکی از چهره‌های معروف سطح جهانی هست، بلکه نسبت همه گونه فرد موفق، فرد چشمرس، چه در اقتصادیات، چه در سیاست، چه در فرهنگ، متاسفانه با یک حس خودکمبینی و گفت روسا کامپلکس نیپالناتسیونستی، من نمیدونم از کجا پیدا شده است در این آدم، ولی این مشاهده میشه در همه سمت‌ها، در همه شخصیت‌ها. شما میبینید که زید سعیدوف رو زندانی کرد به خاطر آنکه خب یک چهره موفق بود. تا وقتی که زید سعید در وزیر بود در او کار میکرد مشکل نداشت، خب میگفتین تابعی من است. اما وقتی که زید از وزارت بیرون برآمد و همچنین یک شخص مستقل خواست عمل کند و خواست حزب خود را تأسیس بدهد، دید که این حزب کردنی هست، پول هم دارد، محبوبیت هم دارد و برایش یک آدم خطرناک شد که از رشت داخل زندان کرد. همینطور محمد روزی اسکندرов، همینطور سلیم یعقوب سلیموف یا دیگر شخصیت‌های معروف، حالا از سیاستمداران که من نمیگم، از استاد تورج جانزاده شروع کرده تا استاد نوری و تا سیاستمداران امروز، یکی باید بمیرد، یکی باید زندانی شود، یکی باید هجرت کند. حتی کار به حافظان و به آوازخوان‌های معروف هم میرسد متاسفانه. اما در سطح جهانی و بخصوص در قضیه بدخشان این متاسفانه رشک شخصی به شخصیت آقاخان که یک چهره واقعا هم معروف است و محبوب هست در سطح جهان، بخصوص در مردم بدخشان، حالا در جهان کو مورد احترام است و مورد پذیرش است و همگان قبول دارند، اما برای مردم بدخشان، برای اسماعیلی های تمام جهان نه تنها مورد احترام است، یک شخص محبوب هست، پیشوا هست و متاسفانه امام علی رحمان نتوانست این را تحمل کند که مردم بدخشان بغیر از او باز یک نفر دیگر را احترام دارند و نه تنها احترام، دوست می‌دارند و بالاتر از همه شخصیت زنده دیگر در جهان در امروز می‌دانند. و این رشک و این حسد و بخیلی تأثیر خود را به مناسبت امام علی رحمان با بدخشان و با بدخشانیان متاسفانه رسانده است که ما نشانه های آن را در همه جا می‌بینیم. در مناسبت به خود
آقاخان و طرح‌های آقاخان هم می‌بینیم. دوستان گرامی، بخصوص کسانی که غیر از هموطنان بدخشانی ما این نکته رو خوب متوجه باشید. وقتی که ما درباره شخصیت مثل آقاخان صحبت میکنیم یا بدخشان صحبت میکنیم یا مذهبی اسماعیلیه، من خواهش میکنم زود مسئله رو به مسائل مذهبی نکشانند. و حالا یا یک نفر دفاع از آقاخان میکند یا از مذهب اسماعیلیه میکند یا از مردم بدخشان میکند. نه، ما باید حقیقت رو بگیم. ما باید از این مسئله ها رو، حقیقت ها رو از بحث های محدود قومی و ملی و مذهبی باید جدا کنیم. و گاه وقتی که منم واقعیت ها رو میگویم درباره حتی طالبان، بعضی ها میگوین که شما مسئله رو مثلا حمایت از طالبان کردید. نه، ما از طالبان هیچگاه حمایت نخواهیم کرد و تا آن وقتی که اونها کار نکنن که از اون قابل یا موردی احترام باشند و از اون حمایت کرده شود. اما وقتی که حقیقت ها گفته می شود، مقایسه کرده می شود، ما نباید ظلم کنیم، نباید تا اون درجه به انصاف باشیم که حتی نسبتی وقتی بها دادن نسبتی طالب یا حتی نسبتی امام علی رحمان هم از به انصافی استفاده شود. چرا ما وقتی که درباره امام علی رحمان صحبت میکنیم، با وجود این همه ظلم و ستم و جنایت های کرده است، نباید از مرز انصاف بیرون شویم و بی‌عدالتی کنیم. حالا من وقتی که درباره آقاخان، درباره هموطنان اسماعیلی خودم صحبت میکنم، باز بعضی تنگ نظران میتونن این بحثا رو بکشونن به سمت دیگر. اما نه، وقتی آن است که باید حقیقت ها گفته شود، باید با جسارت آشکار خودمون رو فریب ندهیم، خودمون رو در اون اتاقای تنگ فکری حبس نکنیم، بلکه آزادانه نظرهای خود را بگوییم که واقعیت همین است. آقاخان همچون شخصیت به کسی معقول هست یا نیست، امام علی رحمان میخواهد یا نمیخواهد، از جمله چندین افرادی از در سطح جهانی که نابسته از آن که مقام و منصب دارند یا ندارند، اینها شخصیت هایی هستند مثل رمز که پذیرفته شدند. اینها خیلی تأثیر دارند، اینها خیلی امکانیت دارند، حرف اینا حرف از شنیده می شود. خود همین امام علی رحمان را در سالهای اول آقاخان در سطح جهانی معرفی کرد. سفر این از هم آخرش نه، پیش از این به فرانسه با هماهنگی و کمک آقاخان انجام شد و نهادهای آقاخان و تأثیر آقاخان، تأثیر نهادهای آقاخان در معرفی تاجیکستان، در معرفی خود امام علی رحمان در سطح جهانی کم نبود. اما چی بدی دارد که وقتی که یک گوشه از مردم تاجیکستان از لحاظ اعتقادی، فرهنگی نفر را بیشتر از پرزیدنت کشور دوست می‌دارن، احترام میکنن، اونها که آقاخان را همچون پرزیدنت تاجیکستان دوست نمی‌دارن. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان است و شرط نیست که پرزیدنت تاجیکستان رو باید دوست داشت. پرزیدنت یک کشور خادم اون کشور است. ممکن مثلا اگر که همه پرزیدنت ها رو باید دوست بدارن، باید که ترامپ هیچگاه از قدرت نمیرفت، همه باید او رو دوست می‌داشتن. تا امروز هم برخی از امریکایی‌ها ترامپ رو دوست می‌دارن، اما اکثریت امریکا گفتن نه، تو 5 سال پرزیدنت بودی، رفت، تمام دیگر. شرط نیست که همه او رو دوست بدارن، شرط نیست که همه مرکل رو دوست بدارن و شرط هم نیست که همه امام علی رحمان رو دوست بدارند و پرستش کنند و همچون پیشوا و همچون یک انسانی محترم بدانند. اما شخصیت آقاخان مثل آقاخان دیگر شخصیت‌های معنوی و فرهنگی مسئلهش دیگر است. همه اسماعیلی ها او را دوست می‌دارند، همه اسماعیلی ها او را همچون پیشوای خود قبول دارند، همون طوری که همه مسلمان ها حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را با شمول شیعه و سنی و برادران اسماعیلی ما هم همچون پیامبر قبول دارند، دوست می‌دارند، احترام میکنند. در عالم اسماعیلیه جایگاهی آقاخان و دیگر امامان بعد از پیامبر و بعد از دیگر امامان باز قداست دارد، جایگاه دارد و شرط نیست که امام علی رحمان خودش رو رقیب آقاخان حساب کند یا آقاخان رو رقیب خودش بداند. چون انسان وقتی که این مسئله رو از هم جدا کردن نتوانست، دیگر یک صنعتکار رو هم رقیب می‌بیند، سیاستمدار رو هم رقیب می‌بیند، تاجر رو هم رقیب می‌بیند و یک شخصیت خارجی و پیشوای معنوی یک قوم و یک گروه دیگر رو هم برای خود رقیب می‌بیند که این مشکلی، این مریضی ذهنی است دیگر. و این تأثیر خود را به سیاست او در منطقه بدخشان رسانده است و ما می‌بینیم که بهترین پروژه‌های اقتصادی، فرهنگی، کمونیکاسیونی که آقاخان در تاجیکستان داشت، اینها
یا در نیمه راه موندن یا محدود شدن یا اصلا عملی نشدن. حالا که آقاخان میتونست با اون امکانیت خودش با راه لابی کردن و جمع آوردن سرمایه نه اینکه دهها بلکه صدها میلیون و حتی شاید میلیاردها دلار را برای تاجیکستان همچون سرمایه اقتصادی، کمونیکاسیونی، علمی و فرهنگی بکشاند و تاجیکستان تبدیل شود به یک مرکز بزرگ علمی، فرهنگی، کمونیکاسیونی منطقه اگر رهبریت کشور عقل می داشت، دانش می داشت و این حسودی و کینه و بخل و رشک رو کنار میگذاشت. حکومت آینده تاجیکستان باید از امکانیت‌های نه تنها آقاخان بلکه تمام مرکزها و شخصیت‌های علمی و فرهنگی که می‌خواهند دوست تاجیکستان باشند و کمک کنند باید استفاده برند که پیمان ملی تاجیکستان حتما این کار رو خواهد کرد. شما ببینید که ما چی رو از دست دادیم، یعنی این بخل و حسد شخصی یک نفر نسبت آقاخان چی رو از دست تاجیکستان چی رو از دست داد، نه تنها بدخشانی ها بلکه کل مردم تاجیکستان، البته تاثیرش بیشتر به بدخشان رسید. من از طرح‌های علمی آقاخان شروع کنم. آقاخان نیت داشت که در تاجیکستان یک دانشگاهی قوی ترین دانشگاه‌های منطقوی را با نام دانشگاه آسیای میانه بر تأسیس بدهد که تأسیس هم داد با مرکزش در بیشکک. اما در اول برنامه این بود که در خاروق این تشکیل کرده شود و فیلیال‌هایش در قرقیزستان و جاهای دیگر. یعنی تاجیکستان می توانست توسط داشتن چون یک دانشگاه قوی با استانداردهای بین المللی غربی از لحاظ اکادمیکی فکری آسیای مرکزی را کنترل کند، یعنی دانشجو قبول کند. امروز کشورهای قوی صدها میلیون دلار گرانت جدا میکنند، استیپندیا جدا میکنند که دانشجویان از سراسر جهان بیان در امریکا، در خیتای، در روسیه، در آلمان درس بخوانند و وقتی که برمیگردند به کشور خود این دانشجوی تحصیل کرده و دیپلم گرفته فرهنگ، زبان و محبت این کشوری که در آنجا خوانده است او را انتقال می‌دهد به وطن خودش. همونطوری که من در مسکو خواندم یا در دانشگاه خارجی خواندم، خواهی نخواهی تحت تاثیر فرهنگ اون کشور قرار میگیری و برای همین است که من هیچگاه با ملت روس مشکلی نداشتم و نخواهم داشت، اگرچه با حکومت‌هاش میتوانم مشکلی داشته باشم. یعنی تاجیکستان صدها و هزارها سفیر غیر رسمی از داخل کشورهای دیگر پیدا میکرد. اگر آنها می آمدن در دانشگاه آسیای مرکزی در تاجیکستان در خاروق تحصیل میکردن، علم رو میگرفتن، از خود فرهنگ می آوردن، فرهنگ ما رو می بردن و تاجیکستان تبدیل میشد به یک مرکز و اصطلاح امروزه به همون خب که تمام آسیای مرکزی رو از لحاظ فکری، اکادمیکی و علمی می پیوست و هزارها جوان تاجیک در داخل تاجیکستان با استانداردهای پیشرفته جهانی درس می‌خواندند. امروز دانشجویان تاجیک می‌روند در بیشکک درس می‌خوانند یا در جاهای دیگر و آقاخان مجبور شد که مرکز این دانشگاه را به بیشکک بکشاند، حالا که برنامه تاجیکستان بود. چرا این کارو کرد؟ برای آنکه این بخل و حسد امکان نداد، اجازت نداد و اون ترس از مردم بدخشان، ترس از آنکه بدخشان قوی می شود، مستقل می شود، بدخشان پیشرفته می شود و این کوتاه نظری باعث گشت که امروز ما فقط یک فیلیال داریم در خاروق، در صورتی که مرکز در قرقیزستان است. مگر در قرقیزستان ما چند هزار اسماعیلی داریم یا پیروان آقاخان داریم که آقاخان مجبور شود مرکز دانشگاهش رو در بیشکک بزند، در قرقیزستان بزند. این واقعا هم باختی بزرگ، باختی تاریخی، باختی استراتژی تاجیکستان بود که توسط سیاست‌های بی‌خردانه حاکمیت صورت گرفت. حالا باز ما ببینیم که کدام یک دانشگاه بین المللی آماده می شود که شعبه خود را، فیلیال خود را در دوشنبه با اون استانداردهای پیشرفته ثبت کنه. البته من نمیخوام اینجا طولانی صحبت کنم. من میخواستم یکی از بیناهای نیم ساخته‌ای که خودم داشتم بعد اون رو به دانشگاه تبدیل کنم، فیلیال یکی از دانشگاه‌های مالزیا رو در اونجا تأسیس بدهم و رفتم به وزارت معارف، رفتم به مالزیا، گفت و شنید کردیم. مالزیاگا آماده بودن، عکس‌ها رو روان کردم که در اینجا فیلیال دانشگاه مالزیا رو بزنن، اما وزارت معارف این کار رو کشال دادن. البته ما کار رو به یک جای نتوانستیم چون که این حادثه ها شروع شد از سال 2012 به بعد. دیگر منم
فهمیدم که در تاجیکستان هیچ گونه طرح اقتصادی علمی از طرف مردم مستقلانه امکان ندارد و از این فکرم دست کشیدم و همین تجربه آقاخان برای ما هم عبرت شد که در تاجیکستان این چیز امکان ندارد. دیگر طرح‌های اقتصادی هم ببینید هنوز در پارلمان کشور است، در خود پایتخت هم طرح یک فرودگاه بین المللی در خاروغ قبول شده بود و دانارها هم سریعا فکر کردن نزدیک 260 میلیون دلار از طرف دانارها با هماهنگی نهادهای آقاخان پیدا شده بود و باید در خاروغ یک فرودگاه بین المللی ساخته میشد و تا اینکه این گوشه تاجیکستان با عالم با دنیا مستقیم پیوست شود. چرا یک بدخشانی حتما باید بیاد از دوشنبه یا از کلاب یا از خوجند پرواز کند؟ یعنی یک روز با ماشین می آید تا اینکه از تاجیکستان پرواز کند. چرا یک بدخشانی، یک خاروغی، یک شغنانی، یک ونجی، دروازی، اشکاشمی راحت از خاروغ پرواز نکند به دبی، به استانبول، به مسکو، حالا حداقل به کشورهای اسنگی، به الماتا، به هر کجایی که پرواز میکند و بعد از اونجا به هر گوشه دنیا برود. این شرط است که باید به دوشنبه برود. نداشتن فکر ملی، نداشتن فکر استراتژی و خیلی هم تنگ، داشتن فکر تنگ باعث می شود که شما بیاید یک منطقه دوردست تاجیکستان را از پیوستن به جهان محروم کنید و او را مجبور کنید که بیاید به دوشنبه تا که از اونجا پرواز کند. اگر خاروغ پیوستی مستقیمی اویاسیونی با جهان داشته باشد چه مشکلی دارد؟ از چی میترسیم ما؟ برای از یک گوشه تاجیکستان آباد می شود. در تمام دنیا همین است، بخصوص که با این مبلغ سرمایه ها از طرف خارجی ها داده می شود. بسیاری از مردم سیاح در دنیا اونا میخوان محض پامیر رو ببینن، بدخشان رو ببینن، یکی از معروف ترین گوشه های توریستی تاجیکستان. بین سیاحان اروپایی من با آنها صحبت میکنم، آنها میگن ما میخوایم بدخشان رو یک بار ببینیم. یعنی وقتی اون میبیند که مرشروط را باید که به بدخشان از طریق دوشنبه یا از طریق بیشکک برسد حساب میکند، وقتی زیاد ندارد، چند روزش صرف میشود، این دیگر برنامه‌اش رو تغییر میدهد، میرود نپال، میرود به پاکستان، او میخواهد اون فرهنگی منطقه‌ای را ببیند که به بدخشان ما نزدیک است. این اون هیمالای، هندوکوش و پامیر، یا حتی به قرقیزستان میرود، از اون قسمت قرقیزی پامیر. و اگر او بداند که یک پرواز مستقیم است از مسکو راست میرود به خاروغ یا از استانبول، از نمیدونم استانه، از شهرهای دیگر، براش راحت‌تر است و صدها میلیون دلار از طریق توریست‌ها وارد تاجیکستان میشود، هم وارد بدخشان و هم وارد تاجیکستان. و بله، مردم بدخشان از اون استفاده میکنن، تجارت، مهمانخانه‌ها، رستوران‌ها کار می‌دراید و هزارها ساکن خاروغ و روشان و اشکاشیم صاحب جای کار میشوند. اما برای این یک عقل استراتژی باید داشت، برای این جسارت سیاسی باید داشت که اجازت بده که یک منطقه استقلالیت اقتصادی داشته باشد. حتی کار به درجه رسید که نه تنها فرودگاه را اجازت ندادن، ترمینال تاموژنی که در خاروغ بود یا در منطقه مرزی، اون را همچون ترمینال برای گذشتن ماندن، اما رستماج که مالها باز در دوشنبه صورت میگیرد. خب در کجای دنیا این هست؟ خب در هر کجای، هر مرزی که شما گذشته در تمام دنیا، در همونجا، در همون ترمینال رستماج که می شود، حساب و کتاب می شود. و خب این قاعده است که یک مقدار، یک فایز مبلغ همیشه از این حساب در بودجه محلی می ماند. اما برای آنکه این تجارت در دست مردم محلی نباشد، برای آنکه بودجه محل از این درآمد نگیرد، این را هم باز بردن. یعنی 500 کیلومتر، 600 یا نزدیک 1000 کیلومتر باید اون ماشین از مرز چین، از مرغاب طی کند بیاد تا اینکه در دوشنبه رستماج کرده باشد. این همش دلالت از آن میکند که یک تفکر استراتژی نیست و از همه بدیش یک سیاست بسیار مغرضانه نسبت یکی از گوشه‌های تاجیکستان است. و همینطور دیگر طرح‌های بزرگ مثل گس که باید در ناحیه روشان در مجرای دریای 5 یک گس بزرگ ساخته میشد تا اینکه نه تنها بدخشان بلکه شاید منطقه‌های دیگری افغانستان و قسمی از تاجیکستان را هم با برق
تأمین میکرد. پروژه تیار بود، پروژه هست و حتما من شک ندارم که در اونجا با کمک و هماهنگی نهادهای آقاخان این سرمایه برای ساختن این گس پیدا میشد. اما یک باره این طرح هم از بین رفت، خاموشی. البته مردم بدخشان خودشون بهتر میدونن، حس میکنن که چرا. اما من شخصا و ما در پیمان ملی رو این رو جزء اون پاکت مسائل میدونیم که بدخشان و تاجیکستان در مجموع از به خاطر سیاست‌های پر از رشک و حسد رهبریت تاجیکستان نسبت شخصی آقاخان و ترس از مردم جسور و غیر بدخشان از اون طلب و خواهش برای خودمختاری فرهنگی و اقتصادی مردم در مجموع نتیجهش این شد که ما صدها میلیون و شاید که میلیاردها دلار را از دست دادیم و یک خزینه و ذخیره بزرگ علمی را مثل دانشگاه آسیای مرکزی که با استانداردهای جهانی بود اون را از دست دادیم و تاجیکستان آهسته آهسته تبدیل شده است به یک گوشه که در حاشیه، در انزوا یا به اصطلاح غربی در ایزولاسی جهانی قرار میگیرد و متاسفانه این نه تنها با بدخشان بلکه با دیگر گوشه و کنارهای کشور ما هم تهدید کرده ایستاده است. و بنابراین من اینجا خلاصه میکنم صحبتم را که خاص برای مردم بدخشان بود و در آخر این را میگم که برادران عزیز، هموطنان گرامی، وقتی آن رسیده است که دیگر ما خودمان را جزء جدا نشونده یک ملت، یک کشور بدانیم و با سری بلند، با صدای بلند مردم بدخشان این را بیان کنند، دعوا کنند و اثبات کنند. اثبات کرده ایستادند، اما دیگر اجازت ندهید به یک تاجیکستانی دیگر از گوشه‌های دیگری تاجیکستان که شما را متهم به آن کنند که شما جدای خواه هستید، سپاراتیست هستید و یا اینکه یگان اختلاف جدایی بین بدخشان و دیگر گوشه‌های تاجیکستان هست. و اگر کسی هم واقعا خودش را احساس میکند که اون تاجیک نیست، مثلا پامری است یا بدخشانی است، چی بدی دارد؟ چرا ما دیگر تاجیکان، حالا که خدا را شکر اکثریت مردم بدخشان خود را تاجیک میدانند، خود را تاجیک معرفی میکنند، حداقل اونهایی که من میشناسم و صحبت میکنم اونها میگن ما تاجیکیم به معنای وسیع کلمه، اما ما دیگر هستیم و این حق است، حقشان هم همین است، باید همین گونه هم باشد. اما بالفرض یک نفر گفت که نه، من خودم را تاجیک احساس نمیکنم، من تاجیکستانی هستم اما خودم را تاجیک نه، من خودم را پامیری احساس میکنم. یک نفر میگه که من تاجیکستانی هستم اما خودم را یغنابی احساس میکنم. شاید یک نفر دیگر بگه که من تاجیکم، تاجیکستانی ام، اما بیشتر خودم را کلابی احساس میکنم یا قبل از همه کلابی یا سغدی احساس میکنم بعد تاجیکستانی. ما چرا از این بترسیم؟ چرا به یک انسان حق ندهیم که خودش را همون طوری که احساس میکند بشناسد و بدون ترس، بدون کدام خجالت آن را آشکار کند، بگوید؟ تا کی ما هویت‌های خود را، شخصیت‌های خود را پنهان می‌داریم و آن را عیب می‌دانیم؟ یک کس را مجبور می‌کنیم که او حتما باید خودش را تاجیک معرفی کند یا تاجیکستانی یا بدخشانی یا کلابی یا مسلمان یا ازبک یا لقای یا غیر مسلمان. چرا؟ مگر وقتی آن نرسیده است که ما تکیه به انسان‌های آزاد کنیم و احترام کنیم یک نفر رو که خودش رو چی احساس میکند؟ بنابراین من از همه برادران بدخشی خواهش میکنم که در بیان هویت خود، احساسات خود خجالت نباشید، آشکار بگویید که خودتون رو چگونه احساس میکنید. ما شما را همون طوری که هستید دوست خواهیم داشت و دوست هم میداریم و باور داریم که شما هم ما را همون خیال قبول کردید، قبول خواهیم کرد و خواهید کرد و همین طور تمام مردم دیگری تاجیکستان و در آینده انشاءالله ما یک تاجیکستان بسیار هم متحد، آباد، زیبا خواهیم داشت که هر انسان نابسته از مذهبش، از دینش، از مکان تولدش، از اون احساسات داخلیش تاجیکستان را خانه یگانه خود بداند، دوست بدارد و در آنجا خود را آزاد احساس کند. تا رسیدن به چنین یک تاجیکستان یکایک شما را به پروردگاری منان می‌سپارم.